بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، وقتی که ماه مبارک رمضان آغاز میشه، در ماه مبارک رمضان در آغازش یک مسلمان چی باید بکنه؟ انسان مسلمان از خود سوال بکنه که من چی بکنم که روزه من قبول شوه. هر کس روزه میگیره، من چی کنم که روزه من قبول شوه؟ خب حالا اگر ما این سوال از خود بکنیم که چی بکنیم که روزه ما قبول شوه، روزه ما وقت قبول میشه که 3 چیز در او باشه. 3 شرط است برای قبولیت روزه. اول، اخلاص باید در او باشه، یعنی من این روزه را خاص برای الله میگیرم. و الحمدلله اکثر مردم که هستن روزهشان مخلصانه به خاطر رضایت الله می باشه. به خاطر چی اخلاص است؟ به خاطر رضایت الله هست که عملا معلوم میشه. مثلا انسان در اتاق خود می باشه، در خانه خود می باشه، یخچال هست، آب هست، خوراک هست، هر چیزی از گرسنه هست، تشنه هست، لکن در این وقت هیچ کس هم نیست، این چیز نمیخوره. معلوم میشه که رابطهش با الله سبحانه و تعالی بسیار مستحکم شده. هیچ کس نمیبینیش، میفهمه که الله مرا میبینه. از این خاطر نه چیز میخوره و نه چیز مینوشه و نه کدام کاری را میکنه که روزی از این بشکنه. پس این شرط اول اکثرا ادا میکنن. شرط دومش چی هست؟ شرط دومی است که باید روزه به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. روزه به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم می باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که روزه میگیره، از چیزای حلال خوردن، نوشیدن، مسائلی که برش حلال است، شهواتی که برش حلال است، یا را ترک میکنه. وقتی که چیزا را ترک میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینال دیگه چیزهایی که حرام است او را خود به طریقه اولا او را ترک میکرد. یعنی اگر ما میخوایم روزه بگیریم که روزه ما درست شود، وقتی که از چیزهای حلال خود نگاه میکنیم که حلال است، نان حلال است، آب حلال است، آب نمی نوشیم، آب حلاله، غذای حلالی که پیش ما هست نمیخوریم، اینال از چیزهای حرام. چیزهای حرام چی است؟ غیبت است، وقت ضایع کردن است، دیدن فیلم های مبتذل است، شنیدن موسیقی مبتذل است. موسیقی ها کلش حرام است. اینال از ساز، موسیقی، چشم خود حفظ کردن است، گوش خود حفظ کردن است. گوش انسان نباید چیز حرام بشنود، چشم انسان نباید چیز حرام ببینه، زبان انسان نباید به چیز حرام مثل غیبت، مثل دروغ، مثل بدعت، مثل تهمت، مثل چیزهای ناروا دیا خود مصروف بسازه. اینال پای انسان نباید به طرف بره که او طرف معصیت الله هست، دست انسان نباید کار بکنه که او معصیت است، بلکه کل ازی باید روزدار باشه و توسط کل از اینا عبادات الله را بکنه. این شرط دومش. شرط سوم قبولیت چی هست؟ که انسان باید خوراک حلال بخوره، پاک بخوره. ان الله طیب، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله پاک است، قبول نمیکنه مگر چیز پاکه. یعنی وقتی که جسم تو باید خوراکی که میخوری، آبی که مینوشی، این باید حلال باشه و پاک باشه. متوجه باشی که چی میخورم پیسه ازی حلال است یا نیست. از چیز حرام باید اجتناب بکنی. این غذایی را که میخورم این حلال است یا ناروا هست. بسیاری غذاهایی که از خارج وارد میشه، بسیاری عطرهایی که از خارج میشه، عطرهای الکلدار، و بسیاری خوراکهایی که ذبح نشده از کشورهای کفری در بسیاری جایا میره و از اون گوشت ها میخورن و متوجه نیست که این گوشت که من میخورم این آیا ذبح شده نشده. در کشورهای
کفری بسیارش ذبح نمیشه و بسیاری کسا فکر میکنه که این کشورها یهود و نصارا هست. نه بابا، این اکثریت این کشورهای اروپایی و امریکایی را که شما ببین، اکثریت از اینا لایک هستن، بیدین هستن، سکولار هستن، دین خود بیخی ترک کردن. نه در قصه یهودیت هستن، نه در قصه نصرانیت هستن و نه در قصه اسلام. و در شرکت هایشان و فابریکایشان مسائل دینی هیچ مطرح نمیشه. اینال انسان مسلمان باید این سه شرط در اول رمضان ایره چی کنه؟ این سه شرط ببینه که من این شرایط دارم یا ندارم، خدا آماده بسازه. عبادتش مخصوص الله باشه، به خاطر رضایت الله باشه و به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه بگیره، به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز بخونه، به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم تهجد بخونه، به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم تراویح بخونه، به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام عبادات خود انجام بده. و سوم از چیزهای حرام چی کنه؟ اجتناب بکنه. حتی سعد رضی الله تعالی عنه یک صحابی است، به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من دعا بگو که من مستجاب دعوا باشم، یعنی هر وقت دعا میکنم دعای من الله قبول بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت که اتب مطعمک تکن مستجاب الدعوا. این می قاعده هست. غذایت، خوراکت، لباست باید چی کنی؟ این حلال بساز. وقتی که حلال بود و پاک بود تکن مستجاب الدعوا. و در جای دیگه می رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نفر میگه خاکپور از بسیار سفر کرده و به خاطر عبادت مثلا چی دست خدا بالا میکنن، یا الله یا الله میگه و مطعمه حرام و ملبسه حرام، خوراکش حرام است، لباسش حرام است. انا یستجاب له، از کجا برش این اجابت شود؟ پس در اول رمضان باید این چیزها را پیش خود داشته باشیم. این سه شرط قبولی عبادت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.